والا من در سالهای اول 2000 2001 2002 مشغول سرمایه‌گذاری در فوتبال شدم، ولی تیم‌هایی که داشتم در اون زمان تیم‌های نیمه حرفه‌ای بود. در تیم کاملا حرفه‌ای که الان داریم، تیم اورنج کانتی بلوز، ببخشید، از سال 2010 شروع شدش. سال اولی بود که این لیگی که ما الان توش هستیم شروع به کار کردش. حتما یونایتد ساکر لیگ قدیمی ترین لیگ فوتبال در امریکا هستش. حدود 28 تا 30 ساله که قدمت داره، بنابراین از لیگ MLS یا میجر لیگ ساکری که ما داریم اینجا، لیگ اول یا لیگ برتر امریکا هستش، لیگ یونایتد ساکر لیگ خیلی قدیمی تره و در عرض 1 سال و نیم گذشته هم با لیگ میجر لیگ ساکر اینها با هم ادغام شدن و با هم کار میکنن. بازیکنایی که ما داریم بازیکنای حرفه‌ای هستن، بازیکنای تمام حرفه‌ای هستن و قراردادهای 1 ساله تا 3 ساله دارن. در لیگ ما اجازه داده نمیشه که قرارداد بیشتر از 3 سال با بازیکنی داشته باشیم و بازیکنای خیلی خوبی داریم. بازیکنایی هستن که در اروپا بازی کردن اومدن اینجا، بازیکنایی هستن در ایران بازی کردن اومدن اینجا یا در امریکای جنوبی. رده بازیکنای خیلی خوبی در سطح خیلی بالا هستن. خب من بالاخره با اینکه الان 37 ساله در امریکا هستم، ولی هنوز خودم ایرانی حساب میکنم. در اونجا بزرگ شدم، تو کوچه‌های ایران فوتبال بازی کردم، در تیم راهم بازی کردم. برای همیشه علاقه داشتم که بتونم ایرانی‌ها رو اینجا جمع کنم از طریق فوتبال. ما اینجا کنسرت داریم، برنامه‌های تفریحی دیگه داریم، ولی هیچ موقع از لحاظ ورزش‌های حرفه‌ای ایرانی‌ها دور هم جمع نشدن. بنابراین همیشه آرزوم این بوده که یه کاری بکنم که ایرانی‌ها در این مسائل موفق باشن و جایی باشه برای ایرانی‌ها بیان که فوتبال نگاه کنن. علت اصلی همین بوده، به غیر از اینکه خب خودم خیلی علاقه به فوتبال. حتما ما در بازی قبلی که گذاشتیم برای که قدردانی از بعضی از پیشکسوت‌های فوتبال ایران که خیلی برنامه موفقی هم بودش، خیلی سوال میکردن که چرا غذای ایرانی یا کباب اینجا نیستش، که اگر این برنامه ایرانی هست این چیزا رو هم باید بذاریم. خیلی برامون مشکل بود گرفتن اجازهش از دانشگاه ایرواین، ولی خب همه دوستان و کمک کردن، دانشگاه ایرواین هم کمک کرد، ما این اجازه رو گرفتیم. بنابراین در اون شبی که خواهد بود کباب خواهیم داشت، رستوران دریای اکوسومرسا اونجا خواهد بود و بسیار همونجور که می‌بینین که غذاهای خوبی دارن، کباب خیلی خوبی دارن و این باعث میشه که ایرانی‌ها بتونن که اون شب هم یه جشنی داشته باشن، دوره هم باشن. موسیقی ایرانی اونجا هستش، دیجی خوب آقای سلطانی اونجا تشریف دارن که بتونیم هم موزیک ایرانی داشته باشیم هم غذا و ان شاءالله بازی خوبی هم خواهد. با امیدوار دیدن همه ایرانی‌ها در اونجا شب خوبی خواهد بود. مرسی.